شب و قراره همینجا بگذاریم. همینجا سیگنال قوی هم هست. سیگنال داد، بیا این وقت سیگنال داد. برو جلوتر. بریم. بعد از قبر فیلم نگیرم. آره. سعی کن. سعی کن. شاید قوی مال یکی. امیر رو قبری. سعی کن تصویر رو نگاه. بیا این فقط داره سیگنال میده. این ور نگاه کن، چیز گیری حتما بگی. اون تو حرف بزن باش بدن. تو اینجا رو نگاهی بندازم چرا کنم. اسمش چیه؟ آقای حسین فردنهاری. آیا اینجا هستی؟ اسمش انقدر دراز نمی‌خواستم بگم. داره پنهان میشه. پیام داد؟ داره پنهان میشه، بگید. داره پنهان میشه. آقای حسین داره پنهان میشه. اوه سیگنال بگیر. چقدر قویش. اون طرف اینجا رو بگیر، یه چیزی احساس میکنم. یه صدا پا اومد. نه صدا نه. یه لمس مدل چیزی احساس میکنم. اوه سیگنال رو بگیر. برو پایین‌تر. یه لحظه خود بیا با من بیا. برو پشت سر ما بیا. نگاه هر چی هست این دو تاست. نگاه. آره سیگنال از اینا بیشتره. نگاه حاجی با هم حرف میزنیم. نگاه دیگه داره زرد میشه. نگاه دوباره خوب شد. نگاه هی میاد میره. حاجی هر چی باشه از ایناست. ببین بابا دو فیلم اصلا چشمات اینجا برنامه. حاجی ببین کل ویدیو رو همین میگیریم فکر کنم. حاجی صدای پا میاد. نه لمس نمیده، نه ساک حرف بزن. همینجا بمونه. سیگنال میده. ببین سیگنال میده. ببین هر چی باشه از این دوتاست. گرفت دیگه اونجاشو اولاش. میدونی چه صدا بده من مرد. نه این چرته. مرد مطمئن میدونی. مرد. خب آقا یه کاری کنیم. مرد اینجوری حساب کن. مردم میشه مرد میشه. الان خب بیا اینور. بیا دونه از قبر آروم. آره ببین از هر کدومشون یه چند تا سوال واقعی میپرسیم. آروم بیا قشنگ بگیر. بشین قشنگ بگیر. خانم آسیا حسن‌زاده آیا اینجا هستی؟ ببین آرمان چراغ کلی بگیر. کلا چراغ بده. ویدیو همه جا رو بگیره. خب چراغ همه جا رو بچه بود. نه خب. اصلا هر چی باشه. صدای چیزی اومد زودتر نیاد. تو هم اینورا نگاه کن. چیزی دیدی حتما بگو. کجا زده باز مثلا جرأت ندارم. نگاه کن اینورا نگاه کن. خانم آسیا حسن‌زاده اینجا. حاجی احساس کردم به خدا ببین جدی اما نمیخوام بترسونمت. قبر تکون خورد. نداشت تمام. جدی میگم نمیگی به خاطر من راه میروم. ببین حاجی راه میره همینجا. من احساس میکنم که داره راه میره. یعنی منم گفتم دیگه لمس. حاجی نیهاد میگفت اشتباه هست. حاجی نیهاد میگفت یه صدا آره. پا میاد. باور کن صدا پا یه میاد. دور بزن من با یکم حرف میزنم. میخوای تو با قبر حرف بزن تا شما فیلم بردار بیاد. من بریم یه جای فیلم بگیریم. سیگنال باید بده. این خیلی سیگنال بده. بی خانم خیال. آسیا حسن آیا اینجا هستی؟ خانم آسیا حسن‌زاده آیا اینجا هستی؟ اگه اینجا هستی چیزی بگو. آرمان تو کلی بگی چرا؟ میفهمی چی میگم؟ ولی حاجی کسی راجع به توهمی که من زدم باور نمیکنه. ببین خب من قبلا فکر تو می‌خوای منو بترسونی خب، ولی الان که گفتی من راه میرم تو هم گفتی صدا من لمس کردم، تو گفت صدای پا میاد. یکم تو حرف بزن من اینجا یکم دور میزنم. من که گفتم من دروغ ندارم که بگم. من مطمئنم یه چیز دیدم. برو پا پایین حرف بزن. من دور بزنم. حرف بزنی. از حقیقتش آما بیا اینجا. اینجا که با سرم هست بهتره. ما این هفته قبله؟ آره داشت. احتمال نمیدم. میگم توهم میاد. تو چی میگی؟ من احتمال زیاد نمیدم. داداش من توهم که نمیزنم. ببین سعی کن با قبرایی که روشون عکس نیست حرف بزن. میفهمی چی میگم دیگه؟ داشت مثل این. آره بیا این باش. بده من. به تو حرف میزنی. یه حرف بزن. چند دقیقه با حرف بزن. الان ترسیدم واقعا. میترسی؟ وای آقا الان کسی باورش نمیشه. ما ریدیم به خودمون. ببین موهام. وای اما قشنگ دوربینو بده اینجا آرمان. ببین جان. آره بابا گرفتم بگو. ببین به خدا من دیگه نمیتونم. تو یه حرف بزن. من آرمان دوربینو بگی من حرف بزنم. من میگم حالم بس شد. تو کم حرف بزن. وای ببین من ترسیدم. ببین ترسو یه جوری ببین چجوری بگم یه جوری ترسو حس کرد. من گفتم یه جوری میترسم گفت ترسیدی. آره آفرین. ببین یه جوری ترسو حس کرد.
برو پایین هر چی از اون پایینی سر اون قبل بریم به نظر تو بریم آقا نه بابا من ریدم حاجی نری دارو میخواد به چشم کور شدم ببین حاجی من ریدم نری ببین نترس داداش من نمیتونم بیا بیا نترس یا نه ترس من پشت تو نگاه میکنم هیچ نیست بیا داش. یکم نزدیک آقا یکی پشت رو نگاه کن من از پشت آقا میترسم نمیدونم کسی باور میکنه نه ولی قسم میخورم من این دست دیدم من این دفعه قبلی هم که اومدیم دیدم چرا بود صدا میاد چشم نمیده آقا اینا دیگه سیگنالی نمیده اصلا نه هر بیا با این باز حرف بزنیم این بود گفت آره آفر خودش بود بشین حرف بزن من که حالم بعدش پایین‌ترم ببینم چی بگم انقدر ترسیدم اصلا زبونم بند اومده ها تو اینطوری نیستی ها کی اینجوری شده من حاجی یه جوری قفل کردم کلا زبونم بند اومده حسین یگانه آقای حسین یگانه اینجا هستی قبر مال خیلی قدیمی ببین وفات 87 آقای حسین یگانه قدیمیه این صدای ما زیاد رو کار می‌شنوی؟ میکنه قدیمیه زیاد کار میکنه نمیدونم آجی اصلا ریدم آقای حسین یگانه صدای ما رو میشنوی؟ آیا اینجا هستی؟ آجی به خدا یک چیزایی میبینم جدی صدا شنیدم اما ولی ویدیو کنار تو نخواهی فهم آجی اومد روش نگاه چی تو نخواهی فهمید هاتی رفتن آره بیخ اصلا ترسمست ترسیدی من نه یه لحظه آیا حسین یگانه صدا ما رو میشنوی؟ ببین، دقت- اگه میشنوی حرف بزن ببین دقت کن خب من همه چیز میشتم همه چیز میبینم احساس میکنی؟ ببین حاجی تاریک احساس میکنم پشت بگی آره ببین تو از اونجا بگی نه جلو چشه با نه میدونید تاریکه آدم نه توهم ببین میزنه من قفلی زدم روی این قبر کلا با این حرف من میزنم احساس میکنم اونجا پا میبینم ولی ببین آرمان میره جلو چه من نمیبینم که بده بابا. اونجا اوه ریدم فکر کردم کله‌س اون علفه در اومده یکی جواب نمیده بی نظرم بی خیال چرا بوده یه جای صدا میاد چرا بدی راست دیگه میگه یه زد آرمان دیگه صدا اومد آرمان 3 ساعت بعدش چراغو میده نه صدا اومد سری میدون همونجا هر چی بود خدا بذار من با این حرف بزنم نه با این حرف این بزنم این واقعا این علائم داد چی شد صدا اومد نه انگار یه چیزی خورد به اینا واجی من آرمان اینقدر چراغ داد سمت چشمم دیگه هیچی نمیبینم باور کن واجی به خدا یه چیز اینجا صدا میاد بیاید واجی اینجا صدا میاد واجی دوربینمون پشت سرم بیا اوه دوشکمون بیفته یکم اینجا رو بگیر بچه‌ها قشنگ ببینن بریم پایین نه بچه‌ها قشنگ ببینن اینجا هم یه بریم بیا این پشت سرم بیا یک پشت سرم رو با این حرف میزنی با یکی از وایسی صاف وایس صدا پا میشنوین الان نه دقت کنید او من احساس میکنم یکی نگاهمون میکنه ببین من یه چیز اما نور لمس بده اینجا می‌کنم. داداش خدای بعضی قیافه بی احترامی نمی‌کنم ها حاجی وای دیدم بیا بابا میدونی صدای چیه والله خانم قنچه آخوندی آیا اینجا هستی؟ سینا بده قشنگ حاجی این قرار قیافش ببین بی احترامی نمی‌کنم ولی خدایی آرمان بده به این نورو او نمیگذارد کی نمیگذارد میخوای از این که شروع کن آقا همون قبره می که روش توهم زدم بعدن یعنی چی گفتم آیا اینجاست گفت بعدن نمیدونم دقت کن ببین الحمدلله نشین واقعا جدا نشین پشت سرم آره کنار هم دیگه برید برید تو پشت سر من بیا کنار من پشت سر کدوم قبل توهم زدی اینا که نبودن بابا اون قبلیه که من احساس کردم دست دیدم اونو میگم همون دیگه فاطمه نمیدونم جدی نیاز نه والله من جدی هم بریم آقا من والله بریم بابا چیزی نمیشه کدوم بود اصلا بیا ببین نترسید بیا اینجا ببین اصلا جدا ببین دقت کن خب صدای شنیدی زود آرمان نه تو فیلم میگیری دیدی صدای شنیدی زود چراغو بده اون آرام نمیدونم حاجی میخوای یه کاری کنی صدای دور غیر منتظره گفتم چه صدایی بود غیر منتظر
آقای حسین یگانه اگه اینجا هستی یه علائمی نشون بده. ترسیدم به چراغ میگم دور بین. این شوخی کنار یکم جدی هم نمیخوام بترسونمتون. خب جدی باشین قشنگ باشین نترسین. خب خب این باد یه لحظه اومد یه لحظه وایسا دقت کردین؟ واقعا الان یه لحظه ببین یه لحظه تکون میخوره وای میسته. اما نور همینجا بگیر. ببین نترسه انگار یه چیزی پشت این درختای به خدا. جی نزدیکتر نگاه کن میگم یه چیزی یعنی چی؟ یه لحظه صبر کن نرو. قبل که جواب میده نباید که رفت هواش حرف چی بزن. میگم من گفتم که خب من گفتم دقت کن از من بگیر ببین چی میگم. من گوشم بگیر. من گفتم که خب باش نور رو بدیم ور نمیده. ماشه گله اما بدن صدا در نمیرینم. من در نیاوردم. حاجی دوربینو بده اونور. ریدم صدا سوت نمیاد. من هم میگم ولی از تا صدا حاجی به قرآن صدا پا اومد.